3 ماه مریضی، امروز روز اول کاریم، میریم یه کاری خفن براتون بزنیم. البته این کار چیزه 5 سال قبل برای خود سابکاره، 5 سال خونه رو درست کرده، کفشورش به مشکل خورده، کفشور خیلی پایینه، بو میده در اصل. این اولین ویدیویی که دارم درست میکنم یه خورده بول شدم، شما جدی نگیرید. میریم حالا کارو براتون نشون میدیم، اول کارو آخر کارو براتون نشون میدیم و ببینیم چجوری این کاره عذاب در میاد. خلاصه با ما باشیم. مرسی. بله دوستان، همونجوری که گفتم این اول کار ماست. ما باید کلا این کفشوره در میاد، این یه دونه کاشی هم در میاد، میخوایم اینو اول، بعد کلا روی این کاشی قرار کاشی بشه تا اینجا کاشی جدید میاد. این همونی که ما میخوایم فقط کفش رو درست بکنیم. متاسفانه به اونجوری هم که فکر میکردم راحت نیست، در نیومده فعلا. نامستم خیلی داره اذیت. بله با کلی مکافات اینو در آوردیم. این قدیمی هست، جدیده اینه که متاسفانه رابط کم داریم، باید برم رابط رو بیارم. این میاد اینجا، اینم میاد اینجا، بعدش دیگه میریم سراغ بتون ریزی و دیگه اپیش دونگش. منتظر باشین عزیزان.